میخواد. تسهیلات و منابع باید مدیریت بشه. در این 4 سال 700,000 میلیارد تومان خلق پول شده. خیلی خوب. پس کشور نقدینگی داشته. کجا رفته؟ ما در بعضی سخنانمون گفتیم میشه در هر سال به صورت میلیونی ایجاد شغل کرد و ما این کار را میتوانیم انجام بدیم. میگن از کجا پول؟ عرض میکنیم این 700,000 میلیارد تومان که خط پول شد، نصف این پول رو بگذارید برای تولید و اشتغال. بحران بیکاری در کشور حتما حل خواهد شد. آقایون میگن از کجا؟ عرض کردم اتحادیه اروپا ارتباط با ساحلشون بسیار کمتر از ماست. درآمدشون از اقتصاد دریا 50% تولید ناخالص ملیشونه. ما 3000 کیلومتر ارتباط داریم با دریا. درآمدمون از اقتصاد دریا 2%. این مدیریت میخواد. مشکل ما مشکل نداشتن منابع نیست. مشکل ما مشکل ضعف مدیریت در کشوره. کشور ما طبق همه آمارها امروز دارای ثروت‌های عظیم است، مادی و نیروی انسانی متراکم و اثرگذار. جوانان تحصیل کرده که میتوانند در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کنند. چرا جوان ما بعد از تحصیلات کار نداشته باشه؟ معلم ما وام میخواد، صندوق هم ارتباط داره با خود معلمان، اما یک باره معلم نتونه وام بگیره، اما جریانی بیاد چند نفر به یغما ببرن از صندوق معلمان ثروت فرهنگیان رو. محرمون اینه. اینا مشکل کمبود اعتبار نیست، مشکل کمبود مدیریت در کشور.